با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. البته چنین حادثه ها بسیار می شود، خیلی زیاد می شود. هر وقتی که چنین حادثه ها را ما نقل میکنیم، میشنویم و نقل میکنیم، بسیار آدمان فکر میکنند که این همه ساخته هست، این همه بافته هست. ولی سال 2018 بود، هنگامی که در کالوگا با یک نفر ملا بچه بود، قاری بچه بود، کار میکردیم. انا همان نقل کرده بود که دختری را به نهایت دوست می‌داشت، تگی چشم کرده بود، اما با او عشق و عاشقی نمیکرد. دوستاریش همیشه از صدق دل بود. کار میکند، 3 سال کار میکند، خانه و در را همه را ریبان میکند، ماشین میگیرد و برای زن گرفتن به تاجیکستان میرود و همان دختری که خودش خوش کرده بود و با خودش معقول بود، انا همان را به زنی میگیرد. همین طور شب اول دختر نادختر میبراید. این جوان میگوید اینقدر کوشش کردم، اینقدر زحمت کشیدم، عذاب کشیدم، به خاطر یک روزی بود که نمیخواستم که روزم چنین شود. اما باز خودش نقل کرده بود که در همان دهه بهترین، زیباترین از جهت هم عقل و هم اراده هم عفت خیلی دختری خوب بود میگوید. اما هنگامی که پرس و پرس میکنند، هنگامی که میفهمند با پسر یک چند خانه از خانه خود دورتر، یعنی همسایه، چیکار میکرده است. پس از همین ختم مکتب میانه الکی دست به همین کار بدبخت میزدیند. راستی چنین حالت ها به نهایت بسیار است، بسیار است که من تا امروز چند تایش را دیدم و چند تایش را شنیدیم که همین خیل نقل میکنند. اما وقتی که ما نقل کردیم به دیگران رساندیم، آنها فکر میکنند که این گفته های ما همه بافته و فند و فریب است. خداوند از چنین حالت ها، از چنین شرمندگی و از چنین بدبخت ها هر یک جوان را نگه دارد. بسیار جوان هایی که مهنت میکنند، کار میکنند، خداوند به یک زن خوب و به یک زن نصیبشون گردد که هیچگاه چنین فکر و چنین روز، چنین مصیبتی پست به هیچ جوان مبدل نگردد و همه جوان ها خوشبخت شوند و دختر خوب نصیب روزیشان میگردد. همیشه دعای ما نسبت جوان های بزن همین است.